بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین و من تبعهم باحسان الى یوم الدین. اما بعد، بینندگان عزیز و گرامی، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سلام و درود بنده رو که از صمیم قلبم به شما عزیزان تقدیم میکنم رو پذیرا باشید. در خدمت شما بزرگواران هستیم با قسمتی دیگر از مجموعه برنامه‌های دیدار ویژه و باز هم در خدمت استاد بزرگوار جناب استاد محمد باقر سجودی هستیم. از سلام و خسته نباشید دارم استاد. سلام و رحمت الله و سلام به شما بینندگان عزیز و سپاس برای خدا و درود بر پیامبرش. خوشحالم که در خدمت شما هستم با در شبکه شما. سلامت باشید. خیلی ممنون، سپاسگزار از شما. ما هم واقعا خوشحال هستیم و الحمدلله که تونستیم در این چند قسمت در خدمت شما باشیم و از تجربه های شما و فرمایشات شما استفاده کافی و بهینه رو انشاءالله ببریم و همچنین امیدواریم که بینندگان عزیز نیز از این تجربیات شما، از این تجربیات چندین ساله شما در واقع استفاده کافی رو ببرند و توشه ای را برای پیمودن این راه عبودیت الله طی بکنند. استاد بزرگوار، اگر به خاطر داشته باشید به اینجا رسیدیم که بر طبق شاید گفته خود شما یا گفته بنده، آیا واقعا اهل سنت شما رو پذیرفتند هنگامی که شما هجرت کردید و رفتید به آغوش اهل سنت و به خاطر دین الله هجرت کردید؟ رفتار سنی ها، برخورد سنی ها با شما چگونه بود؟ آیا واقعا شما رو پذیرفتند؟ ببینن، نپذیرفتند، ولی من اونا رو ملامت نمی کنم. نه اینکه حالا شما جلوی من نشستید یا بینندگان سنی ما هستند. قضیه به دو دلیل اونها ملامت سرزنش نمیشن. یکی اینکه مذهب تقیه هست، مذهب شیعه تقیه داره، میگه آقا عقیدت رو پنهان کن یا مکر کن. و دلیل دوم این است که خود دولت ایران وقتی که من چون که من ساکت ننشستم، وقتی که از مذهب شیعه برگشتم، این نبوده که ساکت بشینم. قوم خود رو دعوت میکردم به حق و به توحید. دولت ایران هم وقتی دید که مستقیم نمیتونه، غیر مستقیم سعی میکرد به مردم بفهمونه که این به اصطلاح عوامل ماست. خیلی ماهرانه این رو بازی کرد و عرضم به حضورتون که من یک داستان براتون تعریف کنم که حتی آخرین باری که من اومدم تو این شبکه‌های نور و کلمه و شبکه‌های توحیدی، یکی از دوستان برای من یه ایمیل فرستاد که فلانی پشت سر تو چنین حرفی اومده که این سجودی از ایمیلش من نشون داد از سربازان گمنام امام زمان 20 سال است که خدمت میکنه برای هدفی. اون رفیق نزدیک من بود. من که میدونستم که این، برگردیم به حرف اول که دولت، میدونستم که از پشت سر تخریب میکنه، از جلو که چیزی که بتونه میکنه، که نتونست از اون برم کار میکنه. بهش گفتم که شما نگاه کنین ایمیل، رفیق نزدیکم بود، بهش اطمینان داشتم، به من اطمینان داشت. گفتم ببین این ایمیل از کجا برات اومده، فرستنده شک کن. من گفتم حتما یقین دارم که از ایران اومده. گفت بله، به 2 واسطه از ایران اومده. گفتم همون آدم رو شما باشید که اون منبع به اصطلاح پخش میکروبه. ببینید اینها باعث شد، ولی این فایده کرد. من چند روز پیش آقای ملازاده به ما، آقای ملازاده که معروف حضورتون هم هست، ایشون به من زنگ زد، گفت که من افسوس میخورم که چرا سالهایی که پاکستان اومدم، میگه از شما فرار میکردم. من ملازاده میگه من از شما فرار میکردم از بس که میگه پشت سر شما حرف شنیده بودم. خب این حرف رو کی میزد؟ طبعا دولت پخش میکرد دیگه. خب هنوز هم دنبال شما هستن واقعا؟ بله، این باعث شد که من در هجرت خود باز هجرت کنم. یعنی البته فضل الله است که ما متوجه شدیم. آخرین بار که من مجبور شدم پاکستان بودم، پاکستان رو ترک کردم و برای همیشه، این بود که پاکستان میدونی کشور بی‌در پیکر هم هست، در این حالی که کشور خوبی است، ولی دیگه اونجا رئیس جمهور هم بمیره، نخست وزیر هم بمیره، کسی نمیپرسه و از دنبال قاتلش نمیگردن. و از 4 جهت من دیدم که دنبال من اومدن و یکی از ایران می اومد. خب یکی از دوستان از خارج من خبر داد که فلانی داره میاد. اتفاقا روحانی سنی بودم و کسی که باش می اومد از طرف اطلاعات بود. اون نمیگفت به دیدن شما میاد، مواظب باشی. و از همه جالبتر این بود که دیگه بر خودم 100% بود. دیگه تو جای دیگه هم حالا
لازم نیست بگم، برادر خانم خود بنده رو سعی کرده بودن بخرن و ایشون به من گفتم شما باش برو با کنسول که چی میگه چی میخواد از من و ایشون باش رفت گفت به من پول بدید من باتون همکاری میکنم. باز معلوم شد که چه نیت سویی دارن و ما دیدیم که از اون بهتر همین است که ما چون زور ما بهشون نمیرسه ازشون دور شدیم و از کشورم براشون گذاشتیم، یعنی دوباره مهاجر شدیم. از اونجا هم هجرت. بله از همون هجرت دوم. هجرت دوم بگید که به خاطر فشار. حالا این فشار چرا زیاد شد؟ به خاطر شبکه‌ها. به نظر میاد که شبکه‌ها خیلی تاثیر داره. چون من که از برادر خانم پرسیدم بپرس ازشون که چرا اینقدر، حالا شما هم تلویزیون دارید، گفتم خودت باشون بحث کن. گفت نه اینا فتنه درست میکنن. و جالبه که یک سخن حرفی رو بنده زده بودم که در مورد کتاب کافی خود همون آقای هم خودش رو به اصطلاح مسئول اطلاعاتی بود دیگه، خودش قشنگ معرفی هم نکرد اما میگه خیلی قوی بود توی همون مجموعه سفارت. میگه گفت که آقا تو مدرسه برایش یک صحبت منو کرد بهش که این حرف این آقا زده. 2 نفر میگه شاگرد مدرسه با هم دعوا گرفتن دانش آموز، یکی گفته سجودی دیشب این حرفو زده و در مورد کتاب کافی که اینا عوض کردن، اون دیگه گفته سجودی خائنه و مزدوره. میگه این دو تا با هم دعوا گرفتن زدن دماغ هم دیگر خون آوردن. این میگه در کشور ما داره فتنه میکنه، ما باید جلوی این رو بگیریم. چون اون وقت من از پاکستان برنامه رو پخش میکردم، به اصطلاح برنامه من از اونجا ضبط میشد میومد، لذا ما دیدیم که از اون بهتر است که دوباره هجرت کنیم. یعنی جواب سوال شما این است که بله با اومدن شبکه‌ها بیشتر دنبال ما هستن واقعا، و این باعث شد که شما بار دیگر به خاطر الله و در راه الله هجرت کنید. امیدواریم که هجرت شما قبول و پذیرفته بشه و واقعا این هجرت ها واقعا عظیم هست. استاد بزرگان من به شما تبریک میگم واقعا که دوباره. البته هجرت دوم به زور بوده، اول که با اختیار بوده. باز هم رسول الله صلی الله علیه و سلم هجرتشون با اختیار نبود، یعنی همون گونه که خودشون فرمودن که مکه چقدر در نزد ایشون محبوب بود، همان گونه که مکه در نزد الله محبوب هست. و به همین خاطر اگر که قوم ایشون رو خارج نمی‌کردن، بیرون نمی‌کردن، آزار و اذیت نمی‌کردن و مصلحت دین و دعوت و امر الله نبود، رسول الله هرگز مکه رو ترک نمی‌کردن بر طبق فرموده خودشون. حالا اینجا یه سوال پیش میاد، حالا در مورد پاکستان و افغانستان و روابط با ایران و این قضایا رو مطرح کردید. به نظر شما افغانستان با ایران همکاری میکنه یا پاکستان؟ سپاس برای خداست که هیچ کدوم از این دو کشور دولتش همکاری نمیکنه به خاطر سیاست‌های غلط خود دولت ایران که یک در سیاست خارجی صفره. خود دولت‌ها همکاری نمیکنن، اما مشکل در این است که ایران پول داره و با پول افرادی رو میخره. یعنی سیاست رسمی الحمدلله در هیچ کدوم از این دو کشور این نیست که با ایران همکاری کنن. چرا؟ ایران به اونام آزار رسونده، چون که ایران یک کشوری از آزار رسان. یک همسایه ایران با ایران رابطه خوبی نداره. یعنی پاکستانی خصوصا خیلی دلشون میخواد رابطشون با ایران خوب باشه. به چه خاطر؟ خاطر اینکه روبروشون هنده، اینا میخوان پشت جبهشون محکم باشه، اما ایران اذیتشون میکنه. در مسئله همین مسائل اتمی که بود، همین ایران به سازمان ملل گزارش داد که ما از پاکستانی‌ها چیزای خریدیم و من توی روزنامه تایمز پاکستان خونده بودم که میگه دولت مردان پاکستان خیلی عصبانی هستن. 4 بار میگه در اون 3 ماه اینا با دولت ایران تماس داشتن. این به اینا نگفته که من یک گزارش علیه شما رد کردم و نگفته چی رد کرده. از اون ور ملل متحد اومده گفته شما چیزای فروختی، چی فروختی به ما نشون بده. و اینا نفر فرستادن طبق نوشته همون روزنامه به ایران که تو چی به اینا گفتی، حداقل اینو به ما بگو. طبعا این باعث شده که بین سران این دو کشور کینه‌ای باشه. بالا سطح اول رابطهشون اصلا با ایران خوب نیست و افغانستان هم دلش نمیخواد با ایران رابطش بد باشه، چرا که محتاجه. 3 میلیون کارگر اونجا داره. اما شما رابطه ایران رو میدونید که چقدر اونا رو تحقیر میکنن، اذیت میکنن. در جنگ‌های داخلی هر گروهی که ضعیفه کمک میکنن. یعنی من یادم میاد وقتی که احمد شاه مسعود توی کابل بود، اینا به شیعه‌ها و گروهای دیگه کمک میکردن که احمد شاه مسعود رو بزنه. وقتی که گروه دیگه طالبان اومدن تو کابل، احمد شاه مسعود رو کمک میکردن که اونا رو بزنه. حالا که گروه دیگه اومدن به طالبان کمک کنن که اونو بزنن، فردا گروه دیگه بیاد. معلوم نیست که این چی میخواد در افغانستان. پس در سطح بالا هیچ کدوم از دولت‌های افغانستان میدونن که ایران، من خودم از ربانی، استاد ربانی شنیدم، به من یک دفعه گفت که ما هر چی که کوشش میکنیم در دل اینا یک کینه است که از کینه از دل اینا بیرون نمیره. باور کنید همینجور به من گفت. وقت شما ندارید، یعنی داستانش خیلی جالبه. من براتون میگفتم که چرا اصلا این حرف من زد. ما به عنوان یک وفد ایرانی از اهل سنت رفتیم پیش ایشون، همون ساعت یک وفد شیعه اومده بود از کنسولگری. خب طبعا اون مقدم کرد به ما، اول اونا رو پذیرفت، باز ما رو. و ما گفتیم استاد امروز مبتلا شدی به 2 گروه ایرانی و خجالت کشید، چون که وقت ما بود به اونا داد.
گفت من نمیدونم چقدر که کوشش میکنم رابطه‌مو با اینا خوب کنم، در دل اینا گفت یک کینه هست. پس در بالا نیستن، اما کاری که پول میکنه غول نمیکنه. این پول میده و این پول برای ما دردسر سازه و دولت ایران در مسائل عقیده، خصوصا در مسائل عقیده اهل سنت پول خرج میکنه. یعنی برای آدمی که هیچ قیمت هم نداره پول خرج میکنه که از براش اهمیت داشته باشه از بین ببره. یعنی عملاً حالا بنده نتیجه گیری میکنم از صحبت‌های شما که شاید یکی از عوامل عدم استقرار در کشور افغانستان و پاکستان ایران و دخالت‌های ایران و سیاست‌های ایران باشه، اما عملاً اینها این رو میخوان که رابطه‌شون با ایران خوب بشه، اما ایران میاد و این مشکلات رو ایجاد. بله، تو پاکستان هم به خاطر حسدی که ایران، یعنی در همه جا کشورهای اهل سنت، حتی کشورهایی که یعنی انسان حتی گاهی تعجب میکنه، کشوری مثل آذربایجان، ایران وقتی که مسئله پیش میاد به ارمنستان کمک میکنه. که آذربایجان یک وقتی جزو ایران بود. طبعا اینها تو کشورهای همسایه کوشش میکنن، حسدی دارن، اما حرف آقای ربانی است. یک حسدی دارن. حالا پاکستان صاحب اتم شده، طبعا این برای ایران خیلی گرونه و پاکستان متحد طبیعی کشورهای عربی هم هست. فراموش نکنید که با یک علاقه طبیعی بالاخره اهل سنت هستن و به کشورهای یعنی پشت جبهه اینا حساب میشن، لذا با پاکستانی اونا بدن و کوشش میکنن اگر از این مسائلی که در مسئله شیعه و سنی در پاکستان به وجود اومده اصلا اینا به وجود آوردن. تا قبل از اومدن اینها چرا نبود؟ درست. در پاکستان رهبر کشور شیعه است، سنی‌ها بهش رأی میدن، آقای زرداری شیعه است. یعنی مردم پاکستان تعصب ندارن، اینها تعصب رو میپراکنن، بعضی علمای اهل سنت رو ترور میکنن و طبعا جواب کلوخ انداز را پاداش سنگ است دیگه، لذا جوابم میگیرن. بله. خب حالا از این قضیه بگذریم، در مورد خودتون آیا تهدید به ترور شدید یا این قصد داشتن شما رو ترور بکنند یا اصلا شما رو ترور کردند که ترور نافرجام؟ والا علم غیب البته تمامش پیش خداست. اون چیزی که ما میدونیم یکی دو باری کوشش کردن. یک بار آقای فلاحیان اومد که از پاکستان خواست که به هر قیمتی از این رو 5 نفر دیگر به ما بدید، ولی اون وقت خدا ما رو به هر وقت از دست اینا نجات داد. یک بار در پاکستان افغانستان وقتی که ما اونجا بودیم، اینها اگه یادتون باشه موسی کرمپور رحمت الله علیه رو اینا ترور کردن. در اون لیست که بعدها به طور به اصطلاح دراماتیک ما کشف کردیم که حالا داستانش مفصله، 8 نفر بودن برای ترور که یکی هم افتخار ترور شدن بنده بود که می‌خواستن ما رو به توسط عواملی نه از طرف دولت ترور کنن. اما وقتی که اینا موسی کرمپور رو زدن، قربه فال به نام ایشون افتاد، ایشون رو که تو مسجد شهید کردن، مردم افغانستان یک دفعه ریختن بیرون. با اینکه حکومت دور حکومت طالبان بود، طالبان قدرت قوی بودن، نتونستن مردم رو کنترل کنن. افراد کنسولگری را از در پشتی فراری دادن. برای همین دولت ایران به اونا اعتراض نکرد، چون دید که اونا جلوی مردم ایستادن اما نتونستن. مردم عصبانی شدن، تمام شهر هرات افتاد به دست مردم که چرا مسجد رو بمب گذاشتن و یک عالم سنی رو کشتن و 6 تا 7 تا از برادران افغان ما هم کشته شده بودن. بعد از اون دولت ایران دستور داد که اون 7 دیگر ترور نکنید، گرنه ما هم تو لیست بودیم. این چیزی که بر ما معلوم شد بعد عواملی که کشف شد، دولت افغانستان کشف کرد، بر ما این رو گفتن که چنین واقعی شده. طبعا اونها دیگه چند وقت قصد ترور داشتن خدا میدونه، اما الله جل جلاله ما رو نجات داد دستشون همیشه. الحمدلله تعالی. الحمدلله. الله حفظتون کنه. شکر الله. آینده رو چطور می‌بینید استاد؟ والا آینده رو روشن می‌بینم. الحمدلله اومدن اینکه اهل سنت هم تا چند وقت پیش فکر می‌کرد که ما باید کاری نداریم به ما، چه اهل سنت چون که مستغنیه، میگه بذار هر کس به عقیده خودش باشه. اهل سنت 1 میلیارد و 500 میلیون نفره، میگه 50 میلیون شیعه که با ما نیان چه عیبی داره، ما کاری نداریم بهشون. برای همین شما می‌بینید حالا اونا 200 تا شبکه دارن، اما اهل 52 کشور عربی یک شبکه هم ندارن برای ایران. حالا مجبور شدن چون الله یاری، نمیدونم قزوینی و عرض معذرت کوفت کاری، این گروهایی که هستن، اون یاسر الخبیث، اینها اومدن و حرفای زدن دیگه نتونستن مردم ساکت بشینن. یعنی همین شبکه‌ای که امروز شما دارید، یعنی از عرض معذرت بگم از برکت شومی اوناست که این فوشا رو دادن دیگه. 4 نفر بلند شدن غیرت نشون دادن. من اینو میبینم که اهل سنت حالا داره کم کم میفهمه که باید جواب اینا رو بده و اما باز هم اگه اونا ساکت بشن اهل سنت ساکت میشن، چون که برای اهل سنت مهم نیست که حالا شیعه به مذهب خودش برگرده. اون چیزی که من فهمیدم متاسفانه اینجوری هست. میگه به ما چه، همه مردم بهایی است، مسیحی است، بودایی است، اینم هم. اما اون چیزی که من میبینم خود شیعه داره برمیگرده. من نمیگم که 10,000 نفر، میگم 100,000 نفر شیعه الان برگشتن و من یقین دارم که این دفعه دست آخوندا بره بیرون، ما
میبینیم که دیگه مثل دفعات قبل نیست که قدرت هم نداشته باشن رضا شاه رو وادار میکردن که به اهل سنت مسجد نده. این دفعه که قدرت نداشته باشن، چون که ابهتشون ریخته و مردم فهمیدن که اینا، این نکته مهمه که میگم آینده رو روشن میبینم، چون مردم فهمیدن که اینها مردم منافق و دروغگو بودن. البته من معذرت میخوام، ممکنه توی آخوندا مردم مخلصی هم باشه، اونا رو کار ندارم، عموما دارم میگم. لذا این دفعه که سقوط کنه مردم از دین اینا برمیگردن، چون حالا ما میبینیم 90% مردم، من میتونم بگم به جرئت میتونم بگم که مرجع تقلید ندارن، تقلید قبول نمیکردن. ببینید من شیعه بودم، هیچ شیعه نمیتونه بگه من شیعه هستم و مرجع تقلید نداشته باشه. شما برید حالا تحقیق کنید، 90% میگن اصلا ما مرجع تقلید قبول نداریم، مگه ما میمونیم امروزه. بله بله، من طبق آماری که من دارم. پس آینده رو روشن می‌بینید کاملا. البته شما چیزی که فرمودید در مورد شبکه‌ها، این رو البته شما این رو نگفتید، ولی خب شاید بیننده این تصور رو بکنن که این شبکه‌های فعلی اهل سنت وابسته به حکومت‌های سنی یا حکومت‌های عربی یا غیره است. هرگز سنی نیست. یعنی این شبکه‌ها میدونم این شما اینو نگفتید، میگم شاید این تصور برای بیننده‌ها من گفتم پولدارای اهل سنتی که پول خود تجار اهل سنت، یعنی به هر حال کمک‌های مردمی هست که این شبکه. این سوال از شما مطرح میشه، این سوال پولدار تجار اهل سنت چرا قبلا این کارو نمی‌کردن؟ برای همیشه پولدار بودن، برای اینکه حالا اونها ما رو مجبور کردن از بس که فحش دادن. حالا احساس خطر میکنن و احساس میکنن که داره به دینشون و به عقیدهشون توهین میشه. احساس خطر نمیکنن، چون اونا که هر چی فحش دادن یکم سنی نمیشه. توهین اینا رو عصبانی کرده. همین، حتی همین توهین، همین اتهامات در ناموس رسول الله و اینها خودش یک نوع خطر هست، یک نوع تهدید هست، یک نوع به مبارزه طلبی هست. همین که شما فرمودید حالا یاسر خبیث یا الله یاری یا غیره و غیره، اینها صحبتایی که میکنن واقعا تهدید و توهین هست. توهین هست. اما بازم تکرار میکنم، ببینید افغانستان کنار گوش ماست، مردم فقیر هم هستن، محتاج ایران هم بودن. شما نشون بده یک افغانی شیعه شده باشه با این همه تبلیغات اینا، اهل سنت از اینا احساس خطر نمیکنه چون عقیدهشون پوچه. الحمدلله. بله، فقط این قضیه باز هم من یادآور بشم که خود مردم اهل سنت یا علمای اهل سنت این حقیقت اینها رو میدونستن و توهینای اینها رو میشنیدن و دین اینها رو میدونستن که یک دین باطلی هست، اما قدرتی رو در دست نداشتن. مشکل از حکام هست که عملا اقدام نکردن. اگر حکومت ها عملا اقدام بکنند، واقعا شاید ما باید ده ها و صدها کانال داشته باشیم، چون که حکومت ها عملا اقدام نکردن ما نداریم و الا عوام مردم یا توده مردم اونقدر قدرتی نداره. الحمدلله این کانال ها که هست به هر حال با کمک های مردمی داره لنگان خودش رو به منزل میرسونه. فرمایشتون میتونه در جای خودش درست باشه، اما از نظر بنده علمای اهل سنت، حالا تو پاکستان مثال، علمای اهل سنت اهمیت نمیده. یعنی فکر میکنه که یک گروهی از بی اهمیت تا وقتی انسان از چیز احساس خطر نکنه در مقابلش وا نمیسته. علمای پاکستان من مثال میزنم، اونجا که آزاد بودن، کتاب که میتونستن بنویسن، هرگز سعی نکردن علی اینا کتاب بنویسن، چون که از اینا احساس خطر نمیکنن، چون اینها نمیتونن با تبلیغ، اینا میتونن برن تو وسط آفریقا با پول مردمی که هیچی نمیدونند و اونم کم به دین خود بیارن. اینها من به شما مثال خیلی واضحی دادم، باید تو افغانستان اینا میتونستن هزاران نفر میلیون نفر شیعه کنن، ولی که چون عقیدهشون پوچه متوجه هستید نمیتونن. این نظر بنده است. الحمدلله، من سپاسگزارم از شما. فقط شما گفتید که واقعا آینده رو بسیار روشن میبینید، امیدوار هستید، اما چیزی که ما ظاهرا میبینیم در افریقا و در خیلی از کشورهایی که فقیر هستند در جنوب شرق آسیا میبینیم که صدها و یا هزاران نفر به قول خودشون دارن مستبصر میشن، یعنی شیعه میشن و میان تو تلویزیوناشون اعلان میکنن که ما مستبصر شدیم. خب ظاهرا که اونا دارن موفق میشن. من اینو قبول ندارم جناب آقای عباسی. ببینید یکی کسی که دین خودش رو عوض میکنه دچار یعنی حماس داره. من به شما یک مثال میزنم کسی از این حرف ناراحت نشه. وقتی که بنده از مذهب شیعه برگشتم هنوز کسی نبود که فعالیت کنه. نشون به اون نشونی که آدم کم علمی مثل من کتاباش به عربی باز ترجمه شد وقتی که اینا احساس خطر کردن، ولی که من کار میکردم، حماس داشتم. اگر واقعا کسی از شیعه از سنی به خاطر دین شیعه شده باید این حماس نشون بده. ما که نمیبینیم، ما که میبینیم هر شیعه از شیعه که سنی میشه میبینیم که فعالیت میکنه. آقای کلهو رو ببین، بنده رو ببین، برقعی رو ببین، طباطبایی رو ببین، دیگه ارزم بزرگ شمرانی رو ببین، خالد انصاری رو ببین، عبدالله رو ببین و صدها نفر دیگه که پی در پی خواهند اومد. اینا لطف کنن یکی رو بیارن. تیجانی و ادراک ما تیجانی دو کتابش اینا براش نوشتن. حالا نمیدونم کجاست این سوالو از شما بپرسم، زنده است مرده است؟ خود ایشون در یک مصاحبه از به کتابش بهش ارجاع دادن. من کتاب تیجانی رو خوندم، دقیقاً همون حرفای شیعه رو کپی کرده که
علامه هلیشو نوشته، همون کتاب فقط با نثر فعلی نوشته. به خدا اگه یک کلمه زیاده، کلمه انسان که از یک مذهب برگرده چیزای جدید هم کشف میکنه، هیچی نداره. و جالبه که بهش رجوع دادن که آقا در کتاب نوشته مناظرهش هست، وقتی مناظره مستقل بود گفت مگه من اینو گفتم؟ خودش خبر نداشته. شیخ عثمان خمیس اون مطلبش آورد گفت تو اینو گفتی، گفت من نگفتم. وقتی کتاب رو جلو روش گذاشت گفت که بله شما اینو گفتی، گفت بله این کتاب من. کتاب علمای شیعه برش نوشتن، اونم علمای شیعه چیز جدید نگذاشتن، همون چیزایی که در شبای پیشاوره، همون چیزایی که عرضم به حضورتون کتاب هلی هست همون آورد. تکرار آوردن چیزی. مثال من برای شما مثال میزنم، شما من تحدی میکنم این رو به اصطلاح وقتی که من به مذهب اهل سنت اومدم این جمله از من به 10 جمله مثل این دارم، نمیخوام از خودم تعریف کنم، چون که فکر کردم وقتی یکی چیز جدید میره چیزای فکر میکنه. من گفتم به ما نشون بدید یک شهر شیعه فتح کرده باشه بالاخره. جمله رو من گفتم اینا بیار یک جمله داشته باشه، یک عیب از سنی‌ها دیدید که تو سنی‌ها زندگی میکرده. و لازم در ضمن فراموش نکنیم تیجانی اصلا از اول هم سنی نبوده. بله. از یک گروه بدعتی بوده. یعنی از یک بدعتی اومده به بدعت دیگه نشون بدید حالا غیر از تیجانی. بله از گروه صوفیای به هر حال تندرو تیجانیه بوده که پر از کفر و شرکیات و خرافات هست. منسوب به اهل سنت میشن اونها. بله به هر حال منسوب به اهل سنت عام بشن میشن. چرا؟ چون اونها موضع‌گیریشون نسبت به صحابه اونها رو کافر و مرتد نمیدونن. و الا در قضیه توحید و الوهیت شنیدم به یک پیغمبری به نام احمد اونم بیرون چیزی خب بله صفاتی به اونها میدن که صفات پیغمبر، گفتم که صفات نزدیک پیغمبر هست. یعنی تو قضیه شرک و تو قضیه خرافات و بدعت از اهل سنت نبوده. بله از اهل سنت نیستن. دیگه غیر از تیجانی میشین مثال بزنید به ما نشون بدید کسی که تیجانی رو که دیگران کتاب نوشته. اسلام العماد هم هست، یمنی، زیدی. اسلام العماد که حرفاشو شنیدم والله اگه یک آدم بتونه حرف زدن خودم بلد باشه. خب ایشون هم که باز من خودم دیدم که ما کلیپشو پخش کردیم در شبکه جهانی وصال حق که یک جا شیعه بوده. بله میگه که من وهابی بودم، اما یکی از اقوامشون تماس میگیره میگه من خودم از فلان قبیله هستم، تو از قبیله عموزاده بنده هستی، اصلا تو زیدی بودی، چرا میگی من وهابی بودم؟ من وهابی بودم دلیل بر دروغ بودن هیچ اهل سنت خود وهابی نمیگه. دقیقاً اصلا ایشون زیدی مثل که شیعه باشه بگه من رافضی بودم باز سنی شدم. این شیعه خودش رافضی نمیگه. بله دقیقاً سپاسگزارم. این دروغ خودش. خب شما گفتید که آینده رو روشن میبینید استاد. حالا با توجه به فرموده شما که این آینده روشن هست و انشالله ما امیدواریم که روشن خواهد بود و باشه و در این راه هم سعی خواهیم کرد، اما کمبودهایی که در دعوت حس میشه به نظر شما چه کمبودهایی هست؟ والا کمبود البته طبعا ما داریم، ولیکن باید هرگز ناامید نشیم. هرگز خداوند دنیا رو به این صورت گذاشته که به تدریج انسان پیش بره. هم پیغمبر ما استستغیثون ربکم فاستجاب لکم براش اومده 1000 ملائکه اومده یک دفعه خدا پیروزش نکرد. بعد از اینکه 1000 ملائکه اومده باز شکست خورد در جنگ احد. تدرج هست. من فقط یک چیز میگم، کمبود که فراوانه. حالا نذارید ما این جلسه خودمون رو با ذکر کمبودا خراب کنیم. فقط میگم که راه حل چیست. به نظر من انسان که ناامید نشه، متوجه هستید؟ من یقین دارم که انسان که ناامید نشه یک راه رو ادامه بده حتما پیروز میشه و روز به روز پیش خواهد رفت. شما هم شاید تا حالا در سلک دعوت اومدید دیده باشید که چگونه خداوند در کار کوچیک در دعوت الله به انسان کمک میکنه، چون کار خدایی است. فقط من اینو میگم، من کمبود رو نمیگم. اجازه بدید من در این یک نصیحتی فقط بکنم که مردمی که دعوت میکنن نگاه نکنن که 100 کوه جلوشونه، فقط همون کوه اول ببینن ازش بالا برن، بقیه دیگه نگاه نکنن. خداوند اینا رو جلو میبره. چون که ما خود ما دیدیم الان که ما اینجا نشستیم این کاری کردیم، ما که لایق این کار نبودیم. این کارایی که من اون روز یکی باور کنید که به سجده شکر رفتم وقتی که شنیدم که 100 نفر از یک فامیل، از یک گروهی نفر گفت که برگشتن به توحید موحد شدن. ما کی آدم این کار بودیم؟ ولی خداوند در کار انسان برکت میندازه. ولی یک چیز هست، انسان باید نگه که آقا این مهمه. من میخوام جمله رو در یک جمله بگم که بینندگان بگیرن. برای ما نتیجه مهم نیست، برای ما کار مهمه. ما کار میکنیم، بله. نتیجه ما نمیگیم که آقا موفق میشیم یا نمیشیم، ولی میدونیم که موفق هم میشیم. نتیجه ما چون که ممکن نیست که راه توحید موفق نشه. خداوند انبیا رو کمک میکنه، دعوتگران رو کمک میکنه، هر کس که راه انبیا رو بره خدا کمکش میکنه. و همونطور که الله سبحانه و تعالی به رسول الله میفرماید که و ما علیک الا البلاغ،
یعنی حتی بسیاری از پیغمبران بودن، در حدیث صحیح که رسول الله میفرماید که حتی پیغمبری بوده که هیچ کس باش نبوده اما راهش پیروز شده. راهش پیروز شده در راه، چون اون رسالتش رو ادا کرده و پیغمبر خدا بوده، مستقیما با الله ارتباط داشته از طریق وحی، اما یک نفر هم هدایت نشده. و حضرت نوح میبینیم که 950 سال دعوت داد، بازم تعداد کمی و حتی پسر خودش ایمان نیاورد و هلاک شد. شما در یکی از برنامه هاتون ظاهراً که در کلیپ های شبکه های مخالف، شبکه های روافض هم پخش شده، به قول معروف اعتراف کردید که پس از این که شما سنی شدید هزاران بار بیشتر به شما پول رسیده، به شما از امکانات دنیایی رسیده. حالا این یک اعتراف نیست بر علیه خودتون؟ و شما اینو میگفتید، من فکر کردم موضوع دیگری است. بله، این عرضم به حضورتون که این اتهام رو چطوری جواب میدید؟ اتهامی که من پول 1000 بار به من پول زیاد رسیده، اگر این اتهام، شما باید قرآن رو متهم کنید. چرا قرآن میفرماید من یهاجر فی سبیل الله یجد فی الارض مراغما کثیرا و سعه. حالا بدبختی ما با این علمای شیعه این است که قرآن رو قبول نداره، دعا رو قبول نداره، هجرت هم قبول نداره. اصلا من نمیفهمم اینا چرا اسم خودشون مسلمان گذاشتن. از من پرسید شما که من به یاد آوردم، یکی بابایی به من زنگ زد که اگه ما سنی بشیم چقدر به ما پول میرسه. من گفتم هزاران. آقا شما سنی شدید چی بهتون رسید؟ متوجه هستید؟ این ببینید، این بینندگان بدونن راه دین آخر به موفقیت میرسه. دین دنیا هم هست، ولیکن این به معنی نیست که کسی به من پول بده، کسی پول زیادی نداره من بده. بعد شما چرا خداوند رو رازق نمیدونید؟ من از این واقعا باور کنید که گاهی یک کلیپ دیگه هم درست کرده بودن که سجودی در مناظره میگه من دعا میکنم، مسخره میکردن. خب دعا کردن اینا مسخره میکنن هجرت رو. این نتیجه هجرت خداوند به ما داده، بیشک داده، در این شکی نیست. میشستم و تا صبح تا شب تعریف طاغوت میکردم، یه حقوق معلمی میگرفتم. این دیگه همون کاری که شما به سن من رسیدید دارید میکنید 30 سال ها، و هر روز هم این پولتون پایین میره. خب کسی که برای خدا کار میکنه اگه خدا بهش نده دیگه، و خدا رو ما با خدای استغفرالله باید قبول نکنیم که خداوند به بنده که شما کارمند دولت هستید بهتون چیزی میرسونه. ما که کارمند الله شدیم الحمدلله، یعنی خدا ما رو قبول کنه، ما رو حفظ هم میکنه. همین چرا از اون بالاتر از پول دادن بالاتر این است که خداوند من از اطلاعات شما حفظ کرده. چند بار دنبال من اومدید زورتون به من نرسیده ها؟ به هر حال خداوند مهاجر رو به شما، مهاجر شغل پیغمبرها بوده. حضرت ابراهیم مهاجر بوده، حضرت موسی مهاجر بوده، حضرت محمد صلی الله علیه و سلم مهاجر بوده، علی، حضرت علی، حضرت عمر، حضرت ابوبکر، اینا همشون زندگیشون بهتر شده. اونا رو کی پول داده؟ همشون که از هجرت کردن واقعا زندگی همشون بهتر شده. همه اینا که میمردن 4 تا زن داشتن. تو مگه چی نداشتن؟ نداشتن؟ اینکه استاد بزرگوار حتی ولو اینکه زندگی مادی ملموس اونها هم به ظاهر تغییری نکنه، اما اون قناعتی که الله متعال به اونها میده، اون روح بلندی، اون رابطه قوی که بین اونها و الله متعال هست، همان گونه که رسول الله صلی الله علیه و آله میفرماید که لیس الغنا عن کثرة العرض ولكن الغنا غنى النفس. یعنی بی‌نیازی از مال دارایی زیاد نیست، بلکه بی‌نیازی درون انسان هاست. و واقعا یعنی حتی ولو اینکه من تایید میکنم صحبت های شما، شکی در این نیست که همون تو بر طبق فرموده الله، همون آیه شریفه ای که شما تلاوت فرمودید، بله و من یهاجر فی سبیل الله، این شکی در نیست که الله دنیا رو هم به روی اونها باز میکنه، همان گونه که به روی صحابه رسول الله باز شد و شما هم مثالش رو آوردید. اما میگم ولو اینکه بعضی از ماها هم در این مسیر ابتلا بشیم، امتحان بشیم با تنگی عیش و زندگی، باز همون قناعت نفس هست، به خاطر اون ایمان، به خاطر اون رابطه ای که اون انسان، اون مهاجر، اون مؤمن، اون مجاهد با الله متعال داره. این ممکن است ما هم تو زندگی خود دیدیم. حرف شما رو من قبول میکنم که در فطره، بر امتحان خدا هست بر هر چیز. انسان دوچار ممکنه فقر هم بشه، ما هم شدیم. حالا من نمیخوام فقر خود به اون آقای نشون بدم، و چون که باید خوب رو نشون بدم و خوب رو هم نشون دادم، ولی این عموما به شما عرض کنم. در مورد صحابه شما فرمودید، صحابه عموما پولدار شدن، صاحب دنیا شدن، ولیکن این است که خودشون نخواستن. از این دنیا بالاتر چی که حضرت علی 22 کشور زیر دستش بوده، حالا اگر خودش نان خشک می‌خورده، خب خودش نخواسته. یقینا. یا حضرت ابوبکر، حضرت عمر، یا حضرت عمر، یا حضرت عثمان با لباس پینه بسته میرفته. بله. هنگامی که بیت المقدس رو فتح کردن. بله. با اینکه گنج‌های فارس و روم در دست ایشون بود. حالا شما نکته زیبایی رو ذکر کردید که صحابه 4 تا زن داشتن، شما به اونا پیروی کردید برای حضرت علی و فضل الله. اینم یکی از برکت‌هایی است که خداوند در هجرت 4 تا نداریم، ولیکن یکی از برکت‌هایی است که خداوند داده. ما بیننده‌ای که پرسیده بود که شما در چی بهتون داد، خب ما تو ایران بودیم هم تا یک زنم نگرفتیم.
اما خارج بالاخره حرف خدا دروغ نیست. همونطور که کسی که به خدا توکل کنه فهو حسبه، خداوند برش کافی است. اینها دیگه مثل معادله به اصطلاح معامله شرطی است. اگر شما این کارو بکنی این نتیجه میاد. اگه اینا اعتراض دارن، چون سوال شما یک به صورتی که اتهام مطرح شد، اگر اعتراض دارن بفرمان به ما بگن که قرآن چرا اینو گفته. اما اگه فکر میکنن که ما از دولتی گرفتیم، ما از کدوم دولت تعریف میکنیم؟ ما شعار شنیدین و بالاخره آدم پول که مفت که کسی به کسی نمیده. اگر دولت‌ها به ما پول میدن که ما شرک رو بکوبیم، توحید رو تعریف کنیم، پس خیلی کار خوبی میکنن. اگر پول میدن که ما از حضرت ابوبکر تعریف کنیم، از حضرت علی تعریف کنیم، محمد باقر مجلسی رو بکوبیم، خب این که کار خوبی است. بله. پس شما در زمینه زن گرفتن هم به حضرت علی اقتدا کردید. ان شاء الله به حضرت عمر، ابوبکر، علی و عثمان. بله. خب به هر حال چیزی به پایان برنامه امروز ما و یا دیدار ویژه‌ای که با شما استاد بزرگوار داشتیم نمونده و به عنوان آخرین کلام و آخرین پیام شما به کسانی که میخوان راه شما رو بپیمایند، به ویژه جوانها چیست؟ بله، بنده به تمام دوستان این نکته رو عرض میکنم که بعضی از معاملات دنیا برخلاف اون چیز ظاهره. مثال برای شما عرض میکنم. مثال هجرت که هست، ظاهرا هجرت این است که شما از خونت میای بیرون، از کارت میای بیرون، ظاهرا باید فقیر بشی، بدبخت بشی، اما برعکس میشه. مثال صدقه رو دیگه همتون قبول دارید. اگر در راه پیامبر قسم خورده که هر کس در راه خدا صدقه بده، مالش از صدقه کم نمیشه. قسم خورده و صدقه مال زیاد میکنه، در حالی که ظاهرا باید کم کنه. شما از جیبت پول در میاری میدی. هاکذا کار دعوت هست. فکر نکنید که عمر شما رو کم میکنه. ولا یزید فی العمر الا البر. عمر رو غیر از نیکی عمر رو زیاد نمیکنه. چیزی دیگه عمر رو زیاد نمیکنه. کاری که ما داریم میکنیم عمر ما رو زیاد میکنه. چون که افضل الجهاد داریم ما میکنیم. سخن حق رو میگیم پیش سلطان جائر، پیش اینا داریم ما سخن حق میگیم. پس این کار ما بره. مطمئن باشید که شما این فکر نکنید خطر شما رو میترسونه. میگن آقا این خطر، نمیگن با حکمت بیایید، پدر مادرم ناراضی نکنید، ولکن این رو فکر نکنید که اگر من کار دعوت رو انجام بدم، کار دین رو انجام بدم، کار خدا انجام بدم، عمر من کم میشه، رزق من کم میشه. بلکه برعکسش درسته. اگر شما کار الله رو انجام ندید، عمر شما کم میشه، چون احتیاج خدا دیگه بهتون نداره، یا عمر بیهوده بهتون میده و روزی شما همش باید بدوید دنبال روزی و خیلی چیزای دیگه. پس معاملات دنیا رو به صورت دنیای ما اونقدر هم که شما فکر میکنید ماده نیست، چون که الله فوق همه چیز هست، ماورا طبیعه است خیلی چیزا. لذا این توجه داشته باشید که شیطان شما رو نترسونه از دعوت، که و از کسایی نترسید که خودشون فرداشون در خطر. من فقط یه خاطره کوچیک بگم. من یک باری به یک بیگناهی در یک زندانی بودم به 322 روز که واقعا یک ورطه‌ای بود، اما در همون زندان روزنامه روز برای ما کسی آورد، دیدیم که پسر آقای خمینی مرده. گفتیم خدایا ما در بین این همه دشمن هستیم زنده هستیم، این در بین دوستان خودش کشته شده. من همونجا حدس زدم که کشته شده باشه. در 47 سالگی معلومم شد که کشته شده، یا حالا میگن تریاک کشیده مرده. به هر حال در هر دو صورت مرگ سو بوده، مرگ طبیعی نبوده. لذا ببینید که خداوند انسان رو توی سیاه‌چال هم حفظ میکنه. ظاهری سیاه‌چال بود اما محفوظ بود، اون در قصر زنده نموند. پس فقط ما خدا رو بگیریم و الله دنیا رو هم برای ما میده و دنیا اگر ندادم به گفته آقای عباسی که این محال است که نده، آخرت رو که کم از کم به ما میده. 100%. من سپاسگزارم از شما استاد بزرگوار. اگر صحبت دیگر دیگه ارزی نیست. من سپاسگزارم از شما استاد بزرگوار، استاد محمد باقر سجودی، از اینکه وقت گرانبهای خودتون رو در اختیار ما قرار دادید. بنده واقعا استفاده کردم از تجربیات شما، از صحبت‌های شما، گرچه ما به علت ضیق وقت نتونستیم حق مطلب رو ادا بکنیم و به هر حال سالهای ما محدود بود، وقت ما محدود بود، پرسش‌های ما محدود بود. ای کاش وقت بیشتری داشتیم و شما هم وقت بیشتری داشتید، میتونستیم بیشتر در خدمت شما باشیم و بتونیم که بیشتر از صحبت‌های شما و از تجربیات شما استفاده بکنیم. و همچنین تشکر ویژه دارم از شما بینندگان عزیز که تا این لحظه با ما همراه بودید و تا برنامه دیگر و دیدار ویژه دیگر همه شما عزیزان و بزرگواران را به الله بزرگ و متعال میسپارم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.